موردی که کمک میکنه که یک شخص فوق‌العاده تاثیرگذار باشد و اون اینه که شخص باید امنیت اقتصادی داشته باشد. و اینو هم باید اضافه کنم که اگر یکی از اینها رو استفاده نکنیم باز هم یک جای کار میلنگه و ما نمیتوانیم اون تاثیرگذاری خودمون رو حفظ کنیم. امنیت اقتصادی چیه؟ اینه که نگران درآمد نباشی فقط. ولی میخوام اینو یک لحظه درک کنین که چقدر میتونه فوق‌العاده باشد اگر شخص نگران درآمد نباشد. باور کنین که 85% جمعیت دنیا یکی از چیزهایی که ندارن ولی روی اون به صورت اصولی هم کار نمیکنن امنیت اقتصادیه. از یک طرف پول کافی ندارند، نگرانند و از طرف هم به صورت اصولی روی اون کار نمیکنن. چی کارهایی را انجام بدیم تا امنیت اقتصادی داشته باشه؟ این چند چیز مد نظر بگیرید. شما را یک کار و شغل داشته باشین. از امروز سعی کنین، درسته که دارین درس میخوانین ولی به فکر یک شغل هم باشید، یک جایی برای کار هم باشید. یعنی کار و شغل کمک میکنه که شما یک درآمدی داشته باشین. حالا این درآمد شاید زیاد نباشد ولی به شما کمک میکنه که شما دیگر نگران قبضتان نباشین، یا نگران این نباشین که میخواین یک موبایل بگیرین، دفترچه بگیرین، کاغذ بگیرین، تیکیت بگیرین، از شخصی دوم درخواست کنین. البته اینو من زمانی خیلی این یکی زمانی تاثیرگذار بود که خود من داشتم درس میخواندم. نگاه کنید چرا مشاوران خارجی نمیتوانن خیلی به ما کمک کنن، به ایرانی و افغانستانی و تاجیکستانی چرا نمیتونن؟ به صورت واقعی دارم صحبت میکنم. چرا انتونی رابینز نمیتواند به صورت عملی ما را کمک کنه؟ به خاطری که سبک زندگی ما متفاوته. وقتی که سبک زندگی ما متفاوت باشد نحوی تدریسات هم باید متفاوت، باید بر مبنای فرهنگ و سبک زندگی ما باشد. right؟ مثلا من وقتی که داشتم درس میخواندم، وقتی داشتم فول تایم مثلا تمام وقت درس میخواندم، دقیقاً تمام وقت هم باید کار میکردم. آخه میدونید چرا؟ چون در فرهنگ ما اینطوریه. درسته که تو در استرالیا زندگی میکنی یا آمریکا زندگی میکنی یا کانادا، هر جایی که زندگی کنی تو نه تنها باید خودت خرج بدی بلکه خواهر، برادر، پدر، مادر، فرزند، دختر، اولاد، همه اینها رو باید مصارفش بدی. اگر ندی اصلا امکان نداره تو یک آدم بد و پخپلو و چی میدونم یک کچالو به حساب میرسی. اوکی؟ پس بنابراین این خیلی مهمه که اکثریت مردم چیکار میکنن؟ اینها میگن که آقا من کار نمیکنم چون درس میخوانم، یا اینه که من درس میخوانم به اون خاطر کار ندارم، یا اینه که من دارم کار میکنم به اون خاطر که نمیتونم درس بخوانم. یعنی این میلنگه این قسمت. درسته که این سخته ولی یاد من باشد که اون دائمی نیست، اون موقتیه. شاید 2 سال دیگر، شاید 3 سال دیگر، شاید 1 سال دیگر شما درستان رو به اتمام برسانید، ولی اون موقع تا همون موقع شما دستتان پیش کسی دیگر دراز نیست. شما خودتان حداقل یک مبلغ کوچیک رو هفته‌وار ماهانه دارید که اونو برای یک تیکیت میخرین، لباس میخرین، نمیدونم هر کاری که میکنین اون مربوط به خود شماست. اما امنیت اقتصادی همیشه و همیشه مهمه. اما باید داشته باشین که کار و یا شغل این در واقع چیزی نیست که شما در اون برای همیشه باشین. این فقط برای اینه که شما امعار معاش کنین از یک جایی. اوکی، من تمام کسانی که دوره‌های شخصی منو دارند، من همیشه اولین چیزی که ازش میپرسم و اون اینه که داری همین حالا کار میکنی؟ شغل داری یا نه؟ میگن نه. من میگم خیلی خوب، باید بنویسیم چی کاری کرده میتوانی. امنیت اقتصادی باید کار و شغل داشته باشه. دوم اینه که برای اینه که امنیت اقتصادی داشته باشیم باید 30% پولمون رو پس انداز کنیم. فقط 30%، زیاد نه. در هفته گذشته ما رو این زیاد صحبت کردیم، خیلی صحبت کردیم، ولی اینجا لازم نمیدانم. سوم اینه که برای اینه که امنیت اقتصادی داشته باشیم باید درآمد منفعل بسازیم. درآمد منفعل باید بسازیم. و چهارمی هم اینه که برای اینه که بتوانیم امنیت اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری هم انجام بدیم. این 4 مورد به شما کمک میکنه که شما نگران پول نباشید. حالا وقتی که شما نگران پول نیستید
بدانید که یکی از سابجکت ها، یکی از مضمون ها تیک شده، یعنی اوکی گود رایت. پس سومین مهارت یا سومین چیزی که شما نیاز دارید که بتوانید فرد تاثیرگذار باشید، باید امنیت اقتصادی داشته باشید. میدونم دیگران چگونه تدریس میکنن و مطمئن هستم که شما چیزهای متفاوت رو شنیدین. به منم لطفاً خوب به دقت گوش بدین، اون وقت به افراد دیگر هم گوش بدین، ولی باید تصمیم گیری نهایی خودتان باشین. ببینید آیا اینها در زندگی واقعی تان قابل اجرا هست یا نیست. اگر قابل اجرا بود استفاده کنین، اگر قابل اجرا نبود کاغذ را که روش نوشته خط خطی کردیم میتونم پارش کنین. اوکی؟ زیاد سخت نیست، اون قسمتش خیلی راحته، ولی این قسمتش سخته که یاد بگیریم. خب امنیت اقتصادی بعدی چهارمین موردی که شخص نیاز داره که بتونه یک شخص تاثیرگذار باشه و اون اینه که ذهنش طوری باشد که دیگران را بتواند درک کند. ذهن ما یکی خب ذهن مثبت داشتن اون یک طرف قضیه، اما ذهنی که بتوانیم دیگران را درک کنیم، این یکی به نظر من در شرایط امروز خیلی دشواره. مثلا فقط مثال، چه رقم یا چگونه شما می توانید این شخص رو درک کنین؟ مثال شما دارین رانندگی میکنین، در ماشینتان نشستین و در چراغ قرمز استارت میشین و یک کسی دیگه ماشینش از ماشین شما بزرگتره، پشت سر شما استارت میشه. اون وقت بعد از چند ثانیه شروع میکنه بنگ 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 بنگ. اون وقت شما به آینه عقب میبینید، من میگم برو جلو برو جلو. اون وقت شما هیچ تکان نمیخورین چون چراغ سرخه، ولی این وقت اون به آینه میبینید دوباره بنگ 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 بنگ. خب حالا شما در همچین یک شرایطی چیکار میکنین؟ شما دو تا گزینه دارین، میتونین عصبانی شین، میتونین مثلا شیشاتون رو بدن پایین، داد و فریاد، یا از همون مثلا با آینه نمیخوام برم جلو، چیکار کردم میتونین، یا همه اینا، درست؟ عصبانی شین. یا اینه که نه، سکوت مطلق، سکوت اختیار کنین ولی باز هم از درون اذیت شین. در واقع مثلا با خودتون قضاوت کنین چه آدم احمقی، چه نادانی، مگه نمیدونه که چراغ سرخه. ولی اگر شما ذهنی اینی داشته باشین که بتوانین شخص رو درک کنین، چگونه؟ مثلا از کجا میدونین که شخص با خانمش دعوا کرده؟ از کجا میدونین که شخص تیکت ایرپورتش دیر شده؟ از کجا میدونین که شخص واقعا مریضه؟ از کجا میدونین که واقعا اون مشکلش جای دیگری هست؟ حالا باز هم آیا واقعا ناراحت میشین؟ باز هم واقعا عصبانی میشین؟ نه. پس ببینید در هر مرحله همینطوریه. اگر شما یک معلم هستین، وقتی که شاگرد شما کارهای خانگیشو خوب انجام نمیدهن، اگر شما ذهن داشته باشین که اونو درک کنین، باور کن عصبانی نمیشین، اونو قضاوت نمیکنین. و همسرتان هم همینطوری، بچه هاتون هم همینطوری، خواهر و برادرتان هم همینطوری. ذهنی که بتوانیم دیگران رو درک کنیم یک وسیله هستش که بیشتر رهبران از اون استفاده میکنن. پنجمین موردی که میتواند به شخص کمک کند تا یک شخص تاثیرگذارش باشد و اون اینه که دوست داشتن واقعی رو ابراز کند. دوست داشتن واقعی در همه شرایط به شما کمک میکنه که شما همیشه و همیشه برنده باشید. همیشه و همیشه. مثلا در مقابل پدر و مادرتان، اگر شما فقط وانمود کنین که دوستشون دارین، بعضی کارا رو انجام بدین ولی به صورت واقعی دوستشون نداشته باشین، باور کنین خیلی زود خیلی راحت خودشون نشان میده که شما دارین خودنمایی میکنین، یعنی وانمود میکنین اما واقعی نیست. یا مثلا در جمع دوستانتان که هستین، درسته، یا وقتی که پیام ارسال میکنین، باور کنین که دنیای امروز قسمت وانمود کردن خیلی دشوار شده، شناسایی این خیلی سخته. ولی شما میبینید که اکثریت همین جمران به صورت وقتی لکچر میدیه، وقتی که صحبت میکنه، به صورت واقعی دارن از درون صحبت میکنن و شما اینو خوب درک میکنین و به قشنگ در قلب آدم میچسبه حرفشون. ولی اسپیکرهای دیگر هم هستن خیلی کلمات بلدن واژه ها را کنار هم قرار بدن، چون از آن جایی که به صورت دوست داشتن واقعی ابراز نمیکنن، باز هم یک حالت یخه، یک حالت سرده، یک حالت احساس میکنم که خوبه دیگه اما زیاد نمیچسبه.
این به این معنی است که شما باید یک سخنران باشین تا دوست داشتن واقعیتون ابراز کنین. هی دوستان خوبم، شما می توانید اینو حتی با اون شخصی که کنار خیابان نشسته داره پول خورد جمع میکنه، شما میتونید حتی همونجا هم ابراز کنید. چرا؟ چون وقتی که شما پول خورد رو میندازن داخل کیسه، شما می توانید قشنگ بشینید و قشنگ رو با یک کلمه مانند که خب ببخشید اگر کمه ولی اینو من میخوام به شما تقدیم کنم، شما می توانید اینو ادا کنید. نه؟ یا با خانومتان یا با شوهرتان یا با همکلاسیتان یا با دوستتان یا سرکارتان، ولی در هر شرایطی ممکن. حتی من همیشه مثال میزنم، میگم که دوست داشتن واقعی رو بیشتر خانم‌ها میتونن در آشپزخانه استفاده کنن. مثلا چگونه؟ همون موقعی که داریم پیاز، دیدین که وقتی پیاز خرد میکنیم به محضی که یعنی کارت نارسیده به پیاز اشکای آدم جاری میشه. راست؟ به معنای دیگر وقتی که خب کارت میگذاریم روی پیاز، خب شما اذیت میشه که اشکا جاری میشه. اما اگر شما اون پیاز رو با دوست داشتنی واقعی خوردش کنین و بعد نمک رو بریزین و بعد بقیه هر چیزی دیگری هست، در نهایت اون غذا خوشمزه میشه. ولی اگر نه، شما باز هم همون پیاز رو ریز کنین با همون اشکای جاری با همون، ولی وقتی با دوست داشتن انجام نشه، در نتیجه شما غذای خوشمزه رو وجود یا خلق نمیکنین. من همیشه اینو به خصوص برای کسانی که البته کارهای آنلاین میکنن، من همیشه توصیه میکنم. من میگم که اوکی، اگر وقتی جلوی دوربین یا پیش دوربین قرار گرفتی، اگر خواستی موضوع رو بیان کنی با دوست داشتن بیان کن. وقتی با دوست داشتن بیان کردی، باور کن کلمات منفی، کلمات مخرب به صورت ناخودآگاه از ذهنت خارج شده و کلماتی که افراد جذب میکنه، کلماتی که واقعا به قلب و به دل میشینه، اون وقت به دهان جاری میشه. ولی روت و ریشه اصلی اون از دوست داشتن شروع میشه. مثلا شما اگر فردا وقت از خواب بلند شدین، بگین که اوکی امروز من روزمو با دوست داشتن شروع میکنم. واقعا اینو انجام بدین. وقت میبینین از همون تخت خواب شروع میشه. چون شما اگر با دوست داشتن اون وقت سعی میکنین که اون تخت خوابتون رو قشنگ درستش کنین. اون وقت میایین پایین، مثلا آماده میشین، با دوست داشتن آماده میشین. اون وقت غذایتون رو با دوست داشتن، صبحانهتون با دوست داشتن تنظیم میکنین و میخورین. کسی رو که شما ملاقات میکنین یا میبینین، اون وقت هر چقدری که شما ابراز کنین اینو، هر چقدری که شما اینو استفاده کنین، حجم این بزرگتر میشه. حجم این بزرگتر میشه. اوکی؟ حالا دوست داشتن رو از چند جای شروع کنین. شماره 1، خودتان رو دوست داشته باشید. اولین چیزی که میتواند به ما کمک کنه که ما البته به صورت واقعی دوست داشتن رو ابراز کنیم، ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم. این جمله رو هم برای خودتان بنویسید. البته این جملات رو برای یادگاری بنویسید، چون شاید روزی شما تبدیل شوید به یک ابرستاره، ولی خب اشکالی نداره اگر گفتید که خب من از زکی مکسول آموختم، ولی فقط برای محض یادآوری پیشتان باشه. و اون اینه که اگر شما خودتان رو دوست نداشته باشین، به هیچ عنوان نمیتوانید فردی دیگر رو دوست داشته باشید. به هیچ عنوان. و اگر فردی دیگر رو هم، همسرتان یا هر کسی که هست، اگر اون خودش دوست نداشت، بدانید شما رو دوست نداره. پس دوست داشتن یا ابراز دوست داشتن، ابراز علاقه از درون شروع میشه. اینو همه ما در ایرلاین یا در طیاره یا در هواپیما سوار شدیم، درست؟ چی تعداد اینجا در هواپیما سوار نشده؟ همه سوار شدیم. اوکی؟ وقتی که شما در هواپیما سوار میشین، اون خدمه وقتی میاد میگن که خب توجه کنید لطفاً، میگن که وقتی یک اتفاق افتاد، ماسک های اکسیژن از روی سقف هواپیما میآید پایین، ولی یادتان باشد اول باید به بچه‌تون ماسک بزنین. همینطور میگم؟ اول یادتان باشه به کسی که شما دوستشون دارین باید ماسک بزنین، درست؟ اصلا نه، میگه اول باید خودتون ماسک بزنی. پس نگاه کنین، این به این خاطر نیست که اونها دشمن بچه‌تان باشه یا دشمن عشقتون باشد. نه، صداقت و واقعیت هم همینه که اگر شما نتوانید اول از خودتون مراقبت کنید، به هیچ عنوان نمیتوانید از شخص دیگر مراقبت کنید. right؟ پس دوست داشتن واقعی از خودمان شروع میشه، از شخص خودمان.
و موقع دوست داشتن واقعی، البته اگر بخوایم خیلی اینو حفرش کنیم بیایم پایینتر، و اون اینه که باید به خودمان احترام بگذاریم، به سلیقه‌مون احترام بگذاریم، به کلماتی که استفاده میکنیم احترام بگذاریم، به چیزهایی که میخوریم. همه اینها وقتی ما این مقطع رو درستش کردیم، اون وقت خیلی راحت شما میتونید اینو به دایره دوم انتقال بدید. اوکی؟ خود دوست داشتن. میدونید بعضی ها میگن که مثلا وقتی مراجعه میکنن ازشان میپرسم که خیلی خوب کدام عادت ها رو میخوای از بین ببری؟ مینویسن استاد میدونی چیه، من خیلی وقت هاست که این سیگار رو میزنم، واقعا دارم اذیت میشم و قلب و شوشم همه گرفته، نمیدونم باید چیکارش کنم. اون وقت من میگم که اوکی خوبه، ترک عادت های بد خوبه، اما چرا اینو ترک میکنه؟ میگه چرایش هم اینه که واقعا من اون درونمو وقت سرفه میکنم داره اذیت میشه ها، میترسم مثلا سرطان شوش بگیرم. خیلی خوب، ولی چرا هنوز سیگار میزنی؟ این افراد در واقع پاسخ اصلی اینه که به خود دوست داشتن هنوز نرسیدن. پاسخ اصلی اینه، ولی اینها اونو نمیدانن. right؟ اگر شما درک کنین، یا فقط واقع به صورت واقعی شما درک کنین که شما دودو نگاه کنین، دودو شما آیا دوست دارین دود در بدن یا در جایی که شما اونو دوست داشته باشین اونو بریزین؟ اصلا نمیریزین. چون افراد به این درک نرسیدن، ولی اون دودو یا اون چیزهای خرابو در جایی که واقعا دوست دارن قرار میدهن. right؟ من باور دارم که ما از بدن ما باید مانند یک معبد، یک کلیسا، یک تمپل باید مراقبت کنیم. شما داخل مسجد فکر نکنم که الکل ببرن، یا داخل یک کلیسا فکر نکنم سیگار بزنن، یا داخل یک معبد فکر نکنم چیزهای بدی قرار بدن. right؟ پس نگاه کنین، خود دوست داشتن از اینجا شروع میشه و خود دوست داشتن کمک میکنه که ما افراد دیگر رو دوست داشته باشیم. دومین موردی که به ما کمک میکنه که ما دوست داشتن واقعی رو ابراز کنیم، واقعی رو البته، اینه که خودخواه نباشیم. ببینید افراد اینو درک نمیکنن. افراد میگن که من خود دوست داشتن و فکر میکنم همون خودخواهی هم. نه اون اونطوری نیست. خودخواهی با خود دوست داشتن دو تا چیزی متفاوته. که البته همه ما با خودخواهی آشناییم، درسته؟ همون کارهایی که انجام میدید، همون نگاهی که دارید، همون چایی که میسازید، همون سلامی که میکنید، یا همون رفتاری که هر کاری که مربوطی به رفتار شما، یعنی بیرون شما قابل مشاهده هستش، اینو با دوست داشتن انجام بدید. ولی بعضی موقع ها سخته، به خصوص برای مادر و پدر، یا به خصوص برای کسی که شما اونو دوستشون دارین، یک کار اشتباه رو انجام میدن. نه مثلا مادرها خوب میدونن که من در مورد چی صحبت میکنم. نه مثلا وقتی که بچه شما یک کاری بد رو انجام میدن، چقدر سخته که اونو باز هم با دوست داشتن برشان ابراز کنیم، نه که تو کاری بد رو انجام دادی. ولی اینجا ما یک تکنیک رو استفاده میکنیم، نه که ما باید یاد بگیریم، این قابل یادگیریه، این یکی که ما باید دوست داشتن و نفرت داشتن رو در یک جمله باید یاد بگیریم، بیان کنیم. مثلا وقتی فرزند شما لیوان میشکنه، شما باید اول بگید فرزندم یا حسن جان واقعا دوستت دارم چون فرزندمی، ولی از کار بدی که انجام دادی متنفرم. نگاه کنید، پس جمله دوست داشتن و تنفر رو ما توانستیم یا میتوانیم در یک جمله قرار بدیم. یا مثلا همکلاسیتان، یا مثلا کسی رو که شما واقعا دوستشون دارین، حسن کاری رو که انجام دادی واقعا از اون کار متنفرم، ولی دوستت دارم چون همسرمی. یعنی به معنای دیگر ما نباید به افراد غلبه کنیم، بلکه باید به مشکلات مواجه شویم. اما واقعا این کلمات و واژه ها هستند که درون ما را در واقع به بیرون نمایش میدهد. این کلمات و واژه ها هستند که درون، یعنی ذهنیت ما را به بیرون نمایش میدهد که ما داریم چی کار میکنیم، داریم چی رو فکر میکنیم. right؟ پس میتونید اینو از این استفاده کنید.
با رنگ سرخ نوشتند. وانمود نکنید بلکه بر مبنای حقیقت ابراز کنید. چقدر میتونه سخت باشه نه؟ پس بنابراین همه اینها را خودتان وقتی دوست دارین خودخواه نباشید، رفتار خودتان را با دوست داشتن انجام بدید، بیانات خودتان را با دوست داشتن انجام بدید، ولی قطعا سعی نکنید که وانمود کنید بلکه بر مبنای حقیقت ابراز کنید. در کتاب مقدس هم شما اینو میخوانید، نه یک از کتابای خیلی معروفی دنیا میگن که the truth will set you free. به معنای دیگر حقیقت رو آزاد میسازه، یعنی آزادت میکنه، راحت میشی. و آخری هم انضباطه. کلمه آخرین چیزی که یک شخص رو فرد تاثیرگذار و فرد قوی و ارزشمند میسازه انضباطه. انضباط داشتن. حالا همه ما میدونیم انضباط خوبه، درست؟ این چیزی نیست که شما تازه شنیده باشین، اما من فقط توصیف کنم که انضباط میتونه چگونه تأثیر بگذاره روی شخص و روی کارها و روی اموراتشان. انضباط در واقع به معنای برنامه ریزی نیست. اینو اکثریت مردم اشتباه میگیرن. انضباط به معنای ترتیب دادن و منظم کردنه. چرا تمیز کردن، ترتیب نمودن و تنظیم نمودن مهمه؟ اگر در یک کلمه خلاصه کنیم چرا واقعا انضباط مهمه؟ دو تا حالت داره. یا ما درد انضباط رو بکشیم، یا اینی که نه، لذت موقت عقب انداختن رو تحمل کنیم. که البته اکثریت مواقع وقتی ما کارهای خودمون رو به عقب مندازیم صرف به خاطر اینه که همین حالا ما میخوایم از اون فرار کنیم و همین حالا میگیم که حالا که راحتم بابا فردا انجامش میدیم، یا هفته بعد انجامش میدیم، یا ماه بعد انجامش، یا اصلا سال بعد انجامش میدیم. right؟ ولی نتیجه این همیشه و همیشه پشیمانیه. شما چه تعداد چه قدر از کارها رو سال قبل میخواستین انجام بدید ولی انجام ندادید، درست؟ به خاطر اینه که شما خواستید همون لحظه لذت موقتی رو بگیرید و اینو به عقب انداختین، ولی حالا پشیمانید. حالا پشیمانید که کاش انجامش میدادم، واقعا کاش انجام، ولی انجام ندادم، حالا پشیمانید. right؟ اکثریت مردم که در هر جایی، در هر نقطه از زندگیشان به شدت از عملکردشان پشیمانه، از تصمیماتشان پشیمانه، این افراد صرف به خاطر اینه که لذت موقت رو پسندیدن، گرفتن و مورد سابجکت موضوع رو به عقب انداختن.